قدم صفر چی شد؟ یک اکسل یا یک لیستی تهیه می کنم از دانشگاه هایی که رشته های مورد نظر من رو دارن و شرایطی که میخوان و شرایطی که دارن. یک چیز دیگه هم بهش اضافه می کنم، اونم اینه که ددلاین ها میتونن چند تا بازه زمانی باشن. یعنی بعضیا فقط یک بازه زمانی طولانی هن. مثلا جنوا تایم ما اونجوری بود. بعضیاشون تایم های زمانی کوتاه مدت و تیکه تیکه هستن. مثلا چه میدونم 3 هفته 4 هفته توی فوریه است، بعد مثلا 4 هفته توی اپریل، اینجوری. این رو هم دقت بکنید. و خیلی از بچه‌ها میپرسن که آیا توی این کالهای مختلف ما شانس پذیرشمون کمتر یا بیشتره؟ بستگی داره. اگر بعضی از رشته ها میگن که ما تا همین جوری شروع میکنیم به پذیرش دادن تا وقتی که جامون پر بشه و بعد از اون دیگه پذیرش نمیدیم. در این صورت بله، هر چه زودتر اپلای کنید بهتره، اما سعی کنید با مدارک کامل اپلای کنید، نه با عجله صرفا برای اینکه چیز بکنید، چون اون موقع باز ریجکت میشید. بعضی هم میگن که خیلی اکثرا اینجوریان که آقا نه، اینا وای میستن کال تموم میشه یا اصلا در حین کال میان به یک سریا پذیرش میدن و فقط رزومه شما با افرادی که در اون تایم با شما اپلای کردن با اونا قرار مقایسه بشه و به این کال ربطی نداره. معمولا اینجوریه. حالا اون اولی خیلی کمتر اتفاق میفته. مثلا من 2-3 تا مورد میدونم، خودشم برای کارشناسی میدونم، نه برای ارشد. حالا در مورد همین قدم اول، زبان انگلیسی و مدارک. البته یه سری بچه ها هستن که خب برای با زبان ایتالیایی اقدام میکنن، خب برای اونها زبان ایتالیایی. خب حالا ببینیم که چه مدارکی رو لازم هستش که ما آماده بکنیم. مدارکی که مورد نیاز هست معمولا شامل ایناست. مهمترینش لیست نمرات مقطع قبلی شماست. مثلا اگر دارید برای ارشد اقدام میکنید، لیست نمرات کارشناسیتون. اگر دارید برای لیسانس اقدام میکنید، لیست نمرات دیپلمتون. اگر هم برای دکترا که لیست نمرات ارشد. دومین مدرک مهم مدرک دیپلم یا لیسانستونه. اگه دارین میرین لیسانس بخونین مدرک دیپلم مهمه، اگه دارین میرین فوق لیسانس بخونین یا ارشد بخونین مدرک لیسانستون. این دوتا از مهمترین فاکتورها برای اپلای شما هستن و حتما باید بدینشون ترجمه. یک سری از دانشگاه‌ها اگر که شما هنوز تحصیلتون رو تموم نکرده باشید، راهی اشتغال به تحصیل هم قبول میکنن ازتون. اون رو باید بدید به ترجمه. بعد در مورد شخص من هم برای خودم، من حتی مدارکی که ترجمه کردم حتی چیزم نشد، مهر دادگسترینام نخورد، یعنی ترجمه غیر رسمی بودن. چرا؟ چون من لیسانس اصلیمو نداشتم، هنوز آزاد نکرده بودم مدرکمو، چون من دانشگاه دولتی بودم. مدرکی که دستم بود مدرک موقت لیسانسم بود و اون رو فقط ترجمه غیر رسمی میکردن دارالترجمه ها. ولی من با هم نتونستم اپلای کنم، یعنی دانشگاه من قبول میکرد ترجمه غیر رسمی. بعضی دانشگاه ها سختگیرن، میگن که نباید ترجمه رسمی باشه. این رو مثلا میتونید بررسی کنید خودتون. خب دو تا از مدرک های اصلی رو گفتیم: ریز نمرات مقطع قبلی، مدرک مقطع قبلی یا اشتغال به تحصیل. مورد بعدی اینه که شما یک رزومه داشته باشید از خودتون. دقت کنید که اگه دارید توی ایتالیا اپلای میکنید، رزومه شما باید قالب چیز داشته باشه، یوروپس. آره، باید قالب یوروپس داشته باشه مدرک شما، سی وی شما. اما این یوروپس رو اگه شما چیز بکنید، سرچ هم بکنید، پیداش میکنید از اینترنت. یک قالب وردی به شما میده، میتونید جایگزین بکنید. بعد مثلا توش عکستون رو میتونید بذارید اون بالا گوشه. بعد اطلاعات کاریتون، تحصیلیتون، تماس باهاتون، چطور میشه باهاتون تماس گرفت. ایمیل خیلی مهمتره توی این موارد، خب چون معمولا بهتون قراره ایمیل بزنن. قبلا
من یادم 1-2 سال قبل یه سری میگفتن که آره رفرنس بذارید، اسم اساتیدتون رو بنویسید. اون اصلا نیاز نیست، لازم نیست همچین کاری بکنید. یعنی اگر توصیه نامه بخوان میتونید تو خود سایت بزنید دیگه، الان توی سی وی اضافه نمیکنن این رو. چند تا دیگه از مدارکی که بستگی داره، بعضی از دانشگاه میخوان بعضیا نمیخوان، یعنی اختیاریه. یکیشون مدرک زبانه. مدرک زبان آیلتس 5.5 به بالا قبول میکنن دانشگاه های اینجا. تافل فکر میکنم 78 به بالاست اگه اشتباه نکنم. باید شما اون مدرکتون نشون بده که شما سطح زبان B2 رو دارید. یک سری دانشگاه ها به طور محدود مدرک زبان دولینگو رو هم قبول میکنن ازتون. یکی دیگه از موارد انگیزه نامه هست. بعضی از دانشگاه از شما انگیزه نامه میخوان، بعضیاشون توصیه نامه هم میخوان. خب بعضیاشون میزنن اختیاری، بعضیاشون میگن که اجباریه. خب توصیه نامه که چیزیه که استادتون باید براتون بنویسه. در مورد انگیزه نامه دوستان ازتون خواهش میکنم که ندید هوش مصنوعی براتون بنویسه، خیلی تابلوه. هیچ اشکالی نداره اگر برای اصلاح بدینش به هوش مصنوعی، یعنی غلط‌های گرامرتون رو بگیره، ولی ندین همشو اون بنویسه. بهترین کاری که میتونید برای انگیزه نامه بکنید میدونید چیه؟ اینکه خودتون بهتره بیشتر از 1 صفحه نشه، یا نهایتا مثلا بشه 1 صفحه و مثلا 3-4 خط توی صفحه دوم. واقعا انگیزتون رو توی اون فایل ورد به زبان فارسی بنویسید. اگه زبان انگلیسیتون خیلی خوب نیست به زبان فارسی بنویسید. اول ببینید خودتون واقعا انگیزتون چیه. ببینید انگیزه نامه شما باید یک سری از بک‌گراندهای شما رو بگه، حتی میتونه در مورد کودکیتون هم بگه، ولی نه اینکه بریم کلا دیگه در مورد کودکیتون حرف بزنیم. ولی مثلا میتونه مثلا به این اشاره کنیم که این انگیزه‌ای که الان دارین یک ریشه‌ای داره از علاقتون در کودکی. حالا لازم نیست هم اینجوری بنویسن، من کلا دارم میگم. خب دوستان، ویدیویی که من داشتم ضبط میکردم قطع شد به خاطر اینکه شارژ گوشی من تموم شد و صحبت‌های من نیمه کاره موند. علت اینکه شاید الان یه خود زاویه دوربین عوض شده و نور عوض شده به خاطر اینکه مجبور شدم گوشی رو بذارم شارژ. خلاصه ببخشید دیگه، دفعه بعد دیگه باید قبلش بزنمش به شارژ. از اونجایی موند که من داشتم در مورد انگیزه نامه حرف میزدم. خب نمونه های انگیزه نامه رو شما توی اینترنت هم میتونید پیدا بکنید. مثلا میتونید بخونید ببینید که خب اینا چیا نوشتن، در مورد چی حرف زدن. اگر برای ارشد دارید اپلای میکنید خب طبیعتا باید یکم حرفه‌ای تر باشه. میتونید در مورد اگه پژوهش انجام دادین توی دوران کارشناسیتون، پروژه‌ای که انجام دادین، یا اگه مثلا کاری که مثلا انجام دادین و علاقه‌مندتون کرده به این حوزه در مورد اونا توضیح بدید. بعد تمام این مدارکتون که آماده شد و خب توصیه نامتون هم که از اساتید میگیرین، توی پورتال دانشگاه ثبت نام میکنید. اول ثبت نام میکنید، بعد مدارکتون رو یکی یکی وارد میکنید. خب بعد از اینکه در واقع همه چیز رو وارد کردید توی سایت، حتما چک کنید ببینید که درست وارد کرده باشید. مثلا یک انگیزه نامه یه دانشگاه برای یه دانشگاه دیگه نزده باشید. خیلی خوبه اگه اسم انگیزه نامه های هر دانشگاه بنویسید. مثلا بنویسید این انگیزه نامه مثلا فلان دانشگاهه، که اشتباهی یکی رو برای اون یکی آپلود نکنین، چون به طور کلی خیلی چیز مثلا تصویر خوشایندی نیستش. بعد این از این. بعدش هم اپلیکیشن فی رو بعد از اینکه تموم شد، اگر اپلیکیشن فی هست که باید پرداخت کنید، میتونید بدید به یکی از این کسایی که پرداخت ارزی انجام میدن، یکی از این درگاه‌های پرداخت ارزی که یه سریاشون خیلی هم معتبرن. من حالا نمیدونم آیا کار درستی هستش که کسی که برای خودم انجام داد و معرفی کنم یا نه، ولی من خودم با آزیتالیا پی پرداخت کردم. هم قیمتاشون مناسب بود، هم خیلی قابل اعتمادن، چندین سال که خوب کار میکنن. حتی گروه تلگرامشون رو هم اگه پیدا کنید و عضو بشید
خیلی کمک کننده است، خیلی اطلاعات خوبی دارن، یعنی خودشون خیلی وقتی که توی ایتالیان و گروه خیلی خوبی هم دارن به بچه ها کمک میکنن. من خودم هنوز که هنوز از گروهشون استفاده میکنم. حالا اپلای تموم شد، منتظر میمونیم نتیجه بیاد. فرض کنیم که پذیرش اومد. پذیرش که اومد چیکار قراره بکنیم؟ قراره بریم توی یونیورسیتالی ثبت نام بکنیم. یونیورسیتالی دوباره اول ثبت نام میکنید، اطلاعاتتون رو وارد میکنید، از کدوم دانشگاه کدوم رشته پذیرش دارید، تمام اطلاعاتتون رو اونجا وارد میکنید. یه مسئله که در مورد یونیورسیتالی هست اینه که شما توی یونیورسیتالی برای یک رشته و یک دانشگاه میتونید ثبت نام کنید. اگر بخواید تغییرش بدید میشه، اما یه خورده پروسش سخته و زمان بره و به خاطر همین سعی کنید که عاقلانه تصمیم بگیرید، با آگاهی، با تفکر، که خیلی دیگه اذیت نشین که دوباره برین دنبال اینکه آقا ما چجوری اینو تغییر بدیم و فلان.